كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبری امام ابو حنیفه رحمه‌الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس 14 کفر و ایمان مجبوری نیست. ولم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا والإيمان والكفر فعل العباد. يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال إيمانه من غير أن يتغير علمه و صفته. خداوند هیچ کس از بندگان خودش را به کفر و ایمان مجبور نکرده است و نه آنها را مؤمن و یا کافر آفریده است، بلکه آنها را اشخاص یعنی مجرد از کفر و ایمان آفریده است. کفر و ایمان کرداری بندگان است، یعنی انتخاب خود بنده است. هر کس کافر شود خداوند متعال حالت کفر او را هنگام کافر بودنش می داند و هرگاه پس از آن ایمان بیاورد حالت ایمان او را نیز می داند بدون اینکه علم و صفت دانستنی خداوند تغییر یابد. و جبر و قهر نکرده است الله تعالی کسی را از خلقش به کافر شدن یا ایمان آوردن، یعنی الله تعالی طاعت و معصیت را در دل بنده اش از روی قهر و غضب خلق نکرده است، بلکه این هر دو را مقرون قریب کرده شده خلق کرده است و به اختیار کسب بنده واگذاشته است. پس کافر در کفرش معذور نیست و مؤمن بر ایمانش مجبور نیست، بلکه ایمان برای مؤمن محبوب است و کفر باشد طلب کافر است. یعنی مؤمن با اختیار خود ایمان را اختیار کرد و کافر با اختیار خود کفر را اختیار کرد. هیچ کسی آنها را به این مجبور نکرد. خلاصه الله تعالی به فضل و رحمت خود ایمان را دوست گردانید برای ما و با احسان در دلهایمان زینت داد. این چنین مکروه گردانید کفر و فسق و عصیان را. حمد و شکر بسیار مر آن خدای را که ما را به سوی اسلام هدایت کرد، حالا آن که ما هدایت یافته نمی بودیم اگر آفریدگار ما را هدایت نمی کرد و به عدلش ترک کرد هدایت اهل کفر را و کفر و عصیان را به آنها دوست گردانید و ایمان و احسان را بر آنها مکروه گردانید. الله تعالی به جبر و اکراه انسان را مؤمن یا کافر خلق نکرده است، بلکه چنین خلق کرده است که قابلیت قبول ایمان و اخلاص و کفر را دارد. از این برمی آید که کسب ایمان و کفر به حساب و اختیار بنده واگذار شده است، اضطراری یا مجبوری نبوده است. و می داند الله تعالی شخصی را که کافر می شود در حال کافریش کافر می بیند و او را بد می بیند. پس هر وقت شخص بعد قبول کفر ایمان آورد الله تعالی او را مؤمن می داند در حال ایمان داشتنش و دوست می دارد او را بدون تغییر یافتن علم او تعالی و همچنین است صفتش. این چنین غضب و رضایت او وابسته به کفر و ایمان است و این صفتها هم تغییر ناپذیرند. به تحقیق الله تعالی دانا و آگاه است به کفر و ایمان بنده ها پیش از وجودشان در روز میثاق. پس برادر و خواهر عزیزم، از این درس به ما معلوم گشت که ایمان و کفر در اختیار خود شخص است. مثال در پیش شخص سیب میگذاریم، یکی پوسیده و دیگری ناپوسیده و البته انسانی عاقل سیب ناپوسیده را اختیار میکند چون سیب پوسیده را خوردن ممکن نیست. همچنین ایمان و کفر
به مثل این دو سیب است. پس اختیار در دست بنده است و آن شخصانی که میگویند که این تقدیر خداوند بود است که ما راه کفر را اختیار کردیم، آنها خطا میکنند، چون آنها خود این راه را اختیار کردند. هیچ کس آنها را مجبور نساخت. با این درس امروزه را به آخر میرسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. منتظر درس های آینده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.